همینجا یک سوال است که دین اسلام دینی کامل و دینی بهترین دین و حق است. خب کمبغل آدمی که گوسفند ندارد چقدر قربانی کنه؟ ما که امروز در عرفه استقبال عید قربان قرار داریم، مسئله های قربانی باید بیان کرده شود. هم به مسئله قربانی مسلمان ها هم سوال های زیاد میدهند. همین سوال ها گوش کنید. کمبغل چقدر قربانی کند؟ میخواد قربانی کنه ولی ندارد. کمبغل آدمی که امکانیت گوسفند کشتن ندارد، چند راهش هست برای قربانی کردن. راه اولش این است که امام بخاری الله تعالی رحمت و مغفرت کنه در صحیح بخاری گفتن که باب قسمت الامام الاضاحی بین الناس، باب درباره اینکه امام، مقصد از کلمه امام اینجا پادشاه، پرزیدنت، امیر، سلطان، ملیک، شاه، همین کسی یا پریمیر مینیستر در بعضی کشورها، سروزیر، مثال در بعضی کشورها پرزیدنتش سروزیرش است. همین کلان دولت امام گفته همین نمیگوید. باب درباره تقسیم کردن امام یعنی راهبر مسلمان ها قربانی رو بین آدم ها. وقتی که همین حدیث در شرح صحیح بخاری شرح داده بودیم، بعضی آدم ها گفته است که امام گفته همین امام های 5 وقته فهمیده است، امام مسجد. امام ها گوشتای قربانی خودش میخورد و اگجا برای ما گوسفند میتیاد است. آقا بیچاره هیچی نداره، وای چی میتیاد برای شما؟ مقصد از امام، امام کبرا، امام کبرا یعنی سلطان، پادشاه، امیر، همین آدم ها از نگاه شریعت بنابر قانون شریعت اینو باید بین کمبغلا گوسفند تقسیم کنند. مثلا روی خط کمبغل های شهری مدینه، کمبغل های شهری مکه، شهری بصره، عراق، بخارا، سمرقند، مثلا کمبغل ها هست، همین ها گوسفند کشته نمیتونن. برای همین ها پیش از عید قربان باید یک به خانه های ها گوسفند تقسیم کرده شود تا اینکه آنها روزی عید قربانی کنند قطار دیگر آدم ها. فهمیدید شریعت چه خیلی امر میکند برادرای عزیز؟ بعد حدیث آوردن عن عقبه ابن عامر الجهنی. عقبه ابن عامر جهنی صحابی بزرگوار میگوید که قسم النبی صلی الله علیه وسلم بین اصحابه ضحایا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بین صحابگان کمبغل قربانی تقسیم کردن. آدم هایی که امکانیت قربانی کردن نداشت کو همه ها قربانی زنده تقسیم کردن، یعنی گوسفندی بتون حال قربانی نشده هر روز 2 روز پیشتر همین خانه ها یک گوسفند دادن که روز عید قربانی کنند. یعنی این یکمش خیر است، دویمش با به کار خیر یاری دادن مسلمان ها هست. حالی منم وقتی من امام بودم در کانی بودم، حالی همین بعضی آدما برآمدای من چی کرده است، کم کم تأمل کرده است، میگوید که شما همین قدر سبک میفهمونید. من میگم که همین گوسفند همیشه خودت خور، خیر نکنی هم قربانی کن. میگم که همین کار من در کانی بودم میکردم. آدمایی میگفتم که چون که یگان کس قربانی نمیکرد. وقتی من امام شده رفتم سال 2008 یگان آدم قربانی نمیکرد. من آدمایی میگفتم قربانی کنید تو همیشه خودتون خورتون، هیچ کی نتیتون میگفتم. اگر دادید 1 کیلو نیم کیلو معنی همون یک از اقل دختراتون بتید، پسراتون بتید، یگان عمکم، اکتون، دادرتون، یگان اپت، عمت، خالت همه ها بتید. همین خیلی گفتم من آدمای عادت کنندم با قربانی. بعضی قصابای میگفتم که بعد سالهای 2015 بعد عید راست خانه بگم اگر این چه خیلی میشه دامنو من فلان قدر زکات گرفتگی، اولا نی فلانی کشتنم نکر، اولا نی فلانی کشتنم نکر، همین ها قربانی نمیکردمش. قربانی وقتی که پادشاه و مردم گوسفند تقسیم میکنند، گوسفند بتون باید کنه داخل و میلیارد پول به کجا میبره؟ خودش خورده تمام کرده نمیتونه، فرزنداش خورده تمام کرده نمیتونه، اون این بیچاره مردم خیلی دعا میکنه یا دهناش گوشتی گوسفند میبیند.
به اینها زنده تقسیم میکنید تا اینکه اینا هم گوشت میخورد، هم به دستش مانند بایها قربانی میکند، هم اینها هم اگرچه کمبغل است با یک آدمایی دارد که هرچی میتید خویش و تبار همسایه میدهد. ما با این کار ما مردمی کمبغل هم به کاری طاعت تیله میدهیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من حیران میشم که مردم به جنت زنجیر پیچ کرده. بعضی آدما الله تعالی میخندد، حتی روایت است که الله تعالی خنده میکند از آنهایی که به جنت زنجیر پیچ کرده کشاله کرده برده میشد. نخود آدم به جنت خودش دویده نرود و به کشاله کرده روی. چه خیلی یا رسول الله گفت آخه همین آدما من مثلا به نماز بامداد بیدار میکنید نمیخیزد، فرزندای بیدار میکنید، 2 بار 10 بار بیدار میکنید، خیز مسجد میریم میگوید، خیز درس خون میگوید، خیز زنگیر میگوید. یعنی به جنت زنجیر پیچ کرده کشاله کرده برده میشد. الله تعالی میخندید است که نخواد آخر آدم باز جنت خودش دویده نمیرد مگر او آسان کرده میفهمونی، او سبوک کرده میفهمونی که این مردم دین فهمد، دین به عمل کند. همین زنجیر که کشاله کرده بردن از خودش. خب وقتی که ما قربانی تقسیم میکنیم، گوسفند زنده به مردمی کمبغل تقسیم میکنیم، خودش قربانی کرده و هم تقسیم میکند. اینجا لذتی عبادت میچشد کمبغلم، لذتی گوسفند کشی، لذتی خیر میچشد. این بسیار خیری بزرگ است. بنابراین قرطبی رحمت الله علیه گفتند که فی الحدیث ان الامام ينبغي له ان يفرق الضحايا. این حدیث دلالت میکند که پادشاه مسلمانان باید برای کمبغلا قربانی تقسیم کند. علی من لا یقدر علیها من بیت مال المسلمین، برای آن آدمایی که قدرت گوسفند کشتن ندارد از بیت المال مسلمانان، از بودجت دولت، از بیت المال برای آدمهای کمبغل گوسفند تقسیم کند. این یک راهش. یک راه دیگرش این که حضرت جابر ابن عبدالله میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز عید قربان 2 گوسفند نارینه، قوچقار میگوید بعضی آدم ها، شاید ازبکی باشد، قوچقار گفته، کپشینی، یعنی 2 گوسفند نارینه، املحینی، گوسفندی که سفید است، رنگش سفید است، اقرنین شاخدار، عظیمینی بزرگ جثه، گوسفندی کلان، استخواناش کلان، یعنی گوسفندی بزرگ جثه، موجوعینی ختنه کرده شده. در بعضی روایات سمینینی، قیمت، سمینینی با سین باشد، سیر روغن و سیرگوشت، فربه، ثمینینی قیمت، یعنی 8 صفت داشت قربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم. فازجع احدهما، یکی آنها را به زمین خواباندند و گفتند که بسم الله والله اکبر، اللهم هذا عن محمد و عن آل محمد. به نام الله، الله بزرگ است، ای الله این از نام محمد و از نام عائله محمد صلی الله علیه و سلم قربانی کرد. و در دویومش گفتند که بسم الله والله اکبر، اللهم هذا عن محمد و امته. این قربانی دویومش از نام محمد است و از نام امتی محمد است. ممن شهید لک بالتوحید، از آنهایی که تو رو به یگانگی شناختند، و شهید لی بلاغ، و به پیغمبری من ایمان آورد. یعنی اینش در بعضی روایت‌ها عمن لم یضحی من امتی محمد صلی الله علیه و سلم، در شعب ایمانی بیهقی آمده است. گفتند که این گوسفند از نام من است و از نام امتان من که امکانیت قربانی کردن ندارند. ببینید در 2 حالت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم از نام کمبغلا خودشان قربانی کردند، هم وقتایی که امکانیت بود به کمبغل ها گوسفند زنده تقسیم کردند. ببینید شریعت را. و درباره قرض هم گفتیم. پیشتر پیامبر صلی الله علیه و سلم به آدمای قرضدارا جنازه نمیخواندند. بعدتر وقتی که دولت بیت المال پولش کلان شد، گفتند که کسی اگر قرضدار باشد قرضش بر ذمه من است. انا اولا بالمؤمنین من انفسهم، من برای مؤمنها از جانشان دیده اولاتر هستم.
کدام مسلمانی که وفات کند و قرضدار ماند قرضش بر ذمه من است و کدام مسلمانی که از خودش پول و مال ترک کرده رود اون پول و مال برای میراثخوارانش است، برای من است نگفتن. ببینید قرضدار مراد بر ذمه من است، قرضش حساب کردم. اگر پولدار وفات کند پولش به همون میراثخوارانش است. این خیلی شریعت از کجا میابید؟ در زیر همین حدیث علما مانند شوکانی گفتند که این واجب دلالت میکند که این حدیث باید سلطان پادشاه مسلمانان کدام آدمی که از دنیا قرضدار مراد قرضش حساب کند روز جنازش تا اینکه به نزد الله تعالی بی قرض رود. چون که اگر همین آدم من اگر سرداری عائله باشم و فرزندی من قرضدار باشد یا زنی من قرضدار باشد این عیبی من است، غالبا عیبی من است. اگر من سرداری دولت باشم و خلق اگر قرضدار به نزد الله باشه این عیبی من است، فردا الله تعالی منم میپرسه. بنابراین امام شوکانی گفتن که برای ذمه پادشاه ها واجب است که قرض مردم صاف کنند. خیلی شریعت از کجا میاد؟